خالم زنگ زده. الو. یعنی امشب باید میرفتی سالن اون انتر خانم خالن بیکاپ آرتیست باشه بری یه سالن دیگه؟ حالا ببین چی بهت گفتم امشب زشت دلیل عروس میشی. مادر شوهرم هم زنگ زده. الو. حتما باید رو دست بچه‌ها خرج میذاشتی. حالا تالار ژنراتور یا موتور برق نداشت، چه اتفاقی میافتاد مگه؟ خب 2 سال مهمونا شما رو نمیدیدن. خواهر شوهرم هم زنگ زده. این میگه لابد میخواد بهم دلداری بده. تو فقط درت پونی داداشم مفشی کشیدی. حتما باید میرفتی مزار میگرفتی خدا تا من پولشه. چه کارا؟ همسرم میگه قطعا پشتم. یعنی تو واقعا برای ماشین عروس دست و گل باید میرفتی حتما این فروشی این همه هزینه رو اصلا میذاشتی؟ همیشه مامانم بی خود نمیگفت تو فقط برای پول اومدی. خود برو ماشین تحویل بگیر، من دنبالت هم نمیام.